الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه ششم از شناخت خوارج و کشف شبهات آنهاست. برادران و خواهران عزیز، حفظکم الله، در حلقه گذشته به شما مناظره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما با خوارج ها را بیان نمودیم. خوارج ها به عبدالله بن عباس گفتند که ما سه اعتراض به علی داریم، به سبب سه مناط علی را تکفیر میکنیم رضی الله عنه. اول گفتند که علی حکم را به دست مردها داد، همه حکم از آن الله هست. بعد از این گفتند که علی کنیز نگرفت، غنیمه نگرفت. بعد از این گفتند که علی در وقتی همون نامه که عقد صلح هست نوشتن، دوگوار صلح را خودش را امیر المؤمنین بودنش را پاک کرد، پس امیر کافرین است. به همین سه سبب حضرت علی را تکفیر کردند و خروج کردند به ضد حضرت علی، مسلمان ها را پراکنده کردند. و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما به دلیل ها از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اثبات نمودند که خوارج ها در این سه مسئله در ضلالت است، خطا کرده است و خطایش هم خطای عادی نیست. تکفیر مهاجرین و انصار، تکفیر کبار صحابگان است، تفریقه در بین موحدین، و این خیلی بزرگ است. وقتی که حضرت ابن عباس بیان نمودند، نصف خوارج ها حق را فهمیدند، توبه کردند و بازگشتند، اما نصف باقی دیگریش در همون ضلالت و در گمراهی باقی ماندند. خیلی گفتیم هدایت در دست الله است. هر کسی را الله خواست هدایت میکند و هر کسی را خواست گمراه میکند. هر کسی را که الله هدایت کرده است گمراه کننده وجود ندارد و هر کسی را که الله گمراه کرده است هدایت کننده وجود ندارد. اما یکمین نقطه همین است که امروز میخواهم به شما فایده ها را از همین مناظره ابن عباس رضی الله عنه با خوارج به شما ذکر بکنم که از این چی فایده گرفته می شود. اولین فایده، خوارج ها اولین خوارج ها ذوالخویسره به پیامبر خروج کرد و گفت پیامبر عدل نکردی، عدل کن. دومین قسم خوارج به حضرت عثمان خروج کردند و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه را به قتل رسانید. سیومین خوارج ها به حرورا جمع شدند، اینها را حروری گفته می شود، به حضرت علی خروج کردند و همه صحابگان را تکفیر کردند. در بین این خوارج هایی که در زمان حضرت علی رضی الله عنه بودند، یک نفر صحابه وجود نداشت، گمراه بودند. همه صحابگان از مهاجرون و انصار، این طائفه که به حضرت علی خروج کرد، گمراه می گفتند. اما با وجود این خوارج ها در همین راه خود، در همین گمراهی خود غوطه زده و باز عقیده باطل خود را ادامه می دادند.
از این چی فایده گرفته می شود؟ از این چی می آموزیم؟ از این می آموزیم که شیطان انسان را هر گونه گمراه می کند. شیطان انسان را به هر راه فریب می دهد. شیطان انسان را چنان فریب می دهد، چنان یک چیزی باطل و یک اعتقاد باطل را به انسان زینت می دهد که انسان به ضد صحابگان خروج کرده، به ضد مهاجرین و انصار خروج کرده، ولی خودش رو حق می داند. چه که امروز هم خوارج جدود تمام امت را تکفیر می کند، همه را تکفیر می کند و هر روز خودش را تکفیر می کند. از نظر این خوارج در روی دنیا یگان طایفه حق وجود ندارد بجز خودش و همراهانش که باز اینها همدیگری را تکفیر میکنند، وجود ندارد و در همین عقیده باطل خود باز فریفته است، غوطه زده است. جواب همین است که وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان برای این گمراهان همین اعتقاد باطلشان را زینت داد. به مانند رافضه ها قرآن انکار میکنند، سنت انکار میکنند، صحابگان تکفیر میکنند، مادر من عایشه را طعنه میزنند، حتی میگن که علی باید پیامبر میشد، علی برابر الله از الله بزرگتر میشمارند، قبر پرستی میکنند و در همین راهی کفر و شرک باز اونها شهید شدن میخواهند. شما درجه گمراهی را فهمید. اینقدر گمراهی سخت شدن برای چی؟ برای آنکه اراده گمراهی را که کردند، الله هم اونها را به همین اراده شان واگذار کرد و زین لهم الشیطان و اعمالهم. همین دین خرافاتی بافته و ساخته رافضه را شیطان برای انا همون رافضه ها زینت داد. سبحان الله. پس ما باید احتیاط شویم، همیشه در ترس، همیشه در حالت مواظبی خود باش، همیشه در حالت مواظبی خود باش. فایده دیگر همین است که یکی از فایده های بزرگ، یکی از اولین شاید فایده ها، حریص بودن اهل حق به هدایت گمراه گشتگان. چگونه ای که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حریص بودند در همین بحث و مناظرهشون برای هدایت یافتن خوارج های گمراه گشته. حتی به سبب مناظره عبدالله ابن عباس نصف این گمراهان گشته هدایت یافتند. مثلا اگر حضرت ابن عباس پروا نکنند، بے پروا باشد، هر گمراه شده باشد گمراه شد، پروا نکرده گردند، همون کسایی که هدایت شد هدایت نمیشد، فساد بزرگتر بود. اما صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، شاگردان رسول الله، حریص بودند به هدایت یافتن مردم، حرکت میکردند که به پسترین مردم خوب دین را آهسته بیان بکنند، صحبت‌های این گمراه گشتگان را گوش بکنند و جواب بگویند، به امید این که شاید اینها هدایت یابند. حضرت ابن عباس رفتند، خوارجانی که یک نفر از صحابه در بینشان نبود، گمراه گشتگان، جوهلا، صحابه نگفتند که اینها احمق است گپ نمیزنم، بلکه گفتند که بیاید چی میخواهید، چی مشکلی دارید، چی اعتراض دارید. اعتراض خوارج ها را شنیدند و جواب گفتند در اساس قرآن و سنت. بعد از این اختیار در دست خودی همون انسان ها است، هر کسی خواهد قبول میکند، نخواهد نه. نصف خوارج قبول کرد، هدایت یافت و نصف دیگرش به ضلالت باز باقی ماند. پس امروز ما طالب علمان اهل سنت و الجماعت، برادران اهل سنت و الجماعت، اهل توحید، امروز ما به مانند حضرت ابن عباس، به مانند حضرت علی، به مانند دیگر از صحابگان رضی الله عنهم
حریص باشیم برای هدایت یافتن مردم، حریص باشیم که سبب شویم که مردم هدایت شود. به بحث و مناظره، به مناقشه، به کسانی که به ما اعتراض دارند، اعتراض اونها را گوش کردن، دلیل ها را از قرآن و سنت آوردن، هر کسی نباشد تحقیر نکرده گوش کردن. این است منهج اهل سنت و الجماعت. فایده دیگر، فایده دوم این است که مشوره کردن اهل حق به حاکمان مسلمان، مشوره کردن به علما، به علمای ربانیین. برادر عزیز، یکی از صفتهای خوارج این است که مشوره ندارند، به علمای اهل سنت مشوره نمی کنند. به حاکمان اهل سنت، یعنی حاکمی که مثلا یک حاکمی باشد که به قرآن و سنت حکم کند، حاکم عادل، حاکم مسلمان. خوارج‌ها البته که از همه دورترین مردم از علما و از پیشوایان اهل سنت یا پیشوایان مسلمان است. دشمنی سختترین خوارج به پیشواهای اهل سنت است، به پیشواهای مسلمان است، یا علما یا حاکمان اهل سنت یا حاکمان مسلمان. البته وقتی که ما امروز علماء طاغوت را، کفر شرکشان را بیان میکنیم، علماء طاغوتی بودنشان را بیان میکنیم، این حاکمانی که خودشان را مسلمان میگن ولی کافر و مشرک و طاغوت پرست بودنشان را اثبات میکنیم، این معنای این رو ندارد که ما صفت خوارجی رو داریم. نه، بلکه این منهجمون منهج قرآن است، منهج سنت است، حق است. خوارج ها حاکم مسلمان را، مثلا علی رضی الله عنه خلیفه که حکومتش علی منهج نبوه بود، و بعد از این حضرت معاویه رضی الله عنه که حکومتشون موافق قرآن و سنت حکم میکرد، خوارج ها به انا همچنین حاکمان مسلمان خروج میکرد. خوارج ها علمای را به مانند عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر را قبول نداشت. اما این علمایی که امروز در گرد طاغوت ها هست، این علمایی که امروز علماء سو هست، یا این حاکمان طاغوتی که خودش را مسلمان میگوید، البته که اینها به اینها خروج کردن، اینها را تکفیر کردن، این بارک الله فیکم امر دین است، فرق دارد. شما باید فرق رو فهمید. فرق بین دو حاکم، حاکمی که مسلمان است و به حکم الله حکم میکرد، و حاکمی که طاغوت است. به حاکم طاغوت کفر ورزیدن اصل دین است، اما حاکم مسلمانی که به حکم الله حکم میکند، احترام کردن، او را تکفیر نکردن هم طلبات دین است. خوارج‌ها حاکم مسلمان را برابر حاکم کافر میدانند. انمین است مشکل اینها. علمای اهل سنت و علمای واقعی مسلمان ها را برابر علمای طاغوت جهمی یا طاغوت پرست میدانند، خبوری میدانند. برای همین خوارج ها هرگز به علمای اهل سنت، به طالب علمان اهل سنت در یگان کارشون مشورت نمی کنند. یک عباره هست در بین تاجیکا، در تاجیکستان یک عباره ضرب المثل است: خودم پادشاه و تعبم وزیر میگویند. یعنی هر کاری که خواستم میکنم به من یگان مشورت کننده، مصلحت دهنده، نصیحت کننده لازم نیست میگویند. انا همین صفت در خوارج ها هست که خودشون را پادشاه و امیر و تعبشون را وزیر میدانند. غیر از خروج به مسلمان ها دیگر کاری ندارند. اما اهل سنت مشوره دارند. اهل سنت و الجماعت کسانی هستند که مشوره میکنند در همه کارهایشون. چگونه ای که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پیش از به نزد خوارج ها رفتن، به حضرت علی رضی الله عنه گفتند که علی، من میخواهم به نزد خوارج ها رفتم. به خاطر چی؟ به خاطر مناظره، به خاطر بیان کردن حق. برای همین ما اهل سنت و الجماعت برادران عزیز در یک کارهای همدیگر باید به مشوره کنیم. مشورت، مصلحت، مشورت کردن به همدیگر این پست شدن نیست.
این کسی را رئیس قرار دادن و این آن نیست. مشوره کردن این یکی از سنت های رسول الله است، به خودش منفعت ها و مصلحه ها و برکت ها دارد. به مانند خوارجین متکبرینی که خوارج متکبر که خودش پادشاه و تعبش را وزیر میداند هرگز مشوره نمی کند، هر کاری خواهد میکند. البته نباشه. بارک الله فیک. فایده سوم این است که جایز بودن مناظره به اهل باطل از مبتدعها، از کافرها، بلکه مستحب یا حتی واجب بودن این مناظره ها در حالتهای مخصوص خودش. وقتی که این بحث و مناظره به خود مصلحه دارد، فایده دارد که فایده تحقیق شونده در حقیقت نظررس است، در این نمود حالت ها باید بحث و مناظره ها، مناقشه ها کرده شود. البته از سلف صالح رحمهم الله در مسئله بحث و مناظره کردن با اهل بدعت دو نمود قول روایت شده است. قول اول این است که میگویند لا تناظروهم، با اهل بدعت مناظره نکنید، با اهل بدعت مناقشه نکنید و با اهل بدعت مناظره و مناقشه کردن درست نیست، ترکش کنید. این یک قول است. قول دیگر دلیل از مناظره عبدالله ابن عباس است رضی الله عنه. خودشون رفتن به نزد خوارج ها و گفتند که اعتراضی که دارید به ما رو مثلا به کدام حجت کافر میگید، به کدام منوط، بسم الله بگویید. و بعد از این جواب گفتن و سبب هدایت اونها شدن. یعنی یک نمودی مناظره و مناقشه بود. این البته که ثابت است. این قول دوم. لیکن هر دوشم حق است. هر دوی قول سلف حق است. ما هر دوی قول سلف رو در مسئله مناظره کردن و نکردن هر دوش رو جمع میکنیم در یک جا. چخیل وقتی که شما دیدید که به اهل باطل یک طائفه، یک جماعت، یک عده بحث و مناظره، مناقشه فایده ندارد، این بحث و مناظره علمی نیست و بحث و مناظره تحقیر، طعنه، دشنام است، در این حالت بحث و مناظره کردن فایده ندارد. شما باید این چنین جهلا را، کسانی که علم ندارند و بجای حجت آوردن، بجای گوش کردن تحقیر، دشنام، بی‌ادبی، احمقی میکنند، به این چنین انسان ها نباید صحبت کنید. اما کسانی که میخواهند که فهمند و صحبت به آدابانه کرده میتوانند، به این چنین انسان ها خیلی گفتیم مناظره کردن به این چنین اهل باطل از مبتدعه یا که حتی از کفار و مشرکین درست است. بعض از علما مستحب و در بعض حالت ها گفتند که اگر همین چیز برای ظاهر شدن حق ضرور باشد به حتی حکم واجبیت میبراید. برای همین قاعده ما هم همین است. هر کسی که از خوارج ها، جهمی ها، رافضه ها، مداخله ها، حزبی ها، اشاعر و ماتریدی جهمی ها و طاغوت و طاغوت پرستان بیایند و بحث و مناظره خواهند، اگر به آداب، به اخلاق و در مدت معین شده گپ ها را تکرار نکرده به حجت و به یک انیق و دقیق صحبت بکنند و به سؤال های ما جواب بگویند و ما هم به سؤال های اونها جواب بگوییم، بله ما همیشه به بحث و مناظره آماده. اما به احمق های جوهلایی که حقارت و دشنام و طعنه و از موضوع بیرون شدن و مسخره و بازی شوخی میکنند، البته آنها جایشون بحث و مناظره نیست، بلکه اینها رو ترک میکنند. پس انا این دو سخن سلف. بارک الله فیکم. فایده چهارم از بحث و مناظره حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما از با خوارج کردهشون این است که نصیحت کردن دعوتگران همدیگرشون را، حریص بودن برای برادر موحد. این چی را دلالت میکنه؟ برادران و خواهرانی که دعوتگر هستند، در راه حق هستند، مبارزه با کفار و مشرکین و مبتدعین میبرند، اینها
اهل دعوت، اهل علم باید به همدیگر حریص باشد. یعنی باید همدیگر را نصیحت کنند، باید همدیگر را احتیاط کنند، باید به قدر همدیگر برسند. چگونه ای که علی رضی الله عنه به عبدالله ابن عباس پیش از اینکه عبدالله ابن عباس به نزد خوارج ها روند گفتند که اینی اخاف علیک، ای عبدالله ابن عباس من برای تو میترسم که خوارج ها به تو یگان ضرری نرسانند، تو را به قتل نرسانند. یعنی وقتی که حضرت عبدالله ابن عباس به نزد خوارج ها برای بحث و مناظره رفتنی شدند، حضرت علی گفتند که احتیاط شو، بهترش این که نرو، نشود که تو را بکشند، میترسم به تو. زیرا که خوارج ها مشهورند و در همون وقت مشهور شده بودند که خون مسلمان ها را حلال میکنند. مسلمان ها برایشان کافر است، خونش حلال است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خوارج ها را همچنین وصف کردند که میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقتلون اهل الاوثان، یقتلونهم اهل الاوثان، او معذرت خواهی میکنم از حفظم، یقتلونهم اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. حدیث متفق علیه است. آنها اهل اسلام را میکشند، مسلمان ها را خوارج ها میکشند، تکفیر میکنند، میکشند، اما بت پرست و مشرکین و دیگر کفار را ترک میکنند، پروایی به اونها ندارند. سبحان الله. عبدالله ابن خباب کشتند و بقروا بطن ام ولده. سبحان الله. شکمی زنش سبحان الله زدند و کفتند و غیره. برای همین این وصف رسول الله کرده، حضرت علی به حضرت ابن عباس ترسیدند. امروز هم باید موحدین هم دیگرشون را احتیاط بکنند، خصوصا از این خوارج ها. خصوصا وقتی معامله کردن به خوارج ها، وقتی که یک طالب علم را دیدید، علما را دیدید که در حق خوارج بی‌پروایی کرده ایستاده است، دیگر طالب علم علما باید نصیحت بکند که احتیاط شو از این خوارج ها که روز از روزها میکشند. پنجمین فایده از این بحث و مناظره حسن توکل یک دعوتگر به الله سبحانه و تعالی، یعنی زیبایی و کمال توکل نمودن یک دعوتگر به الله سبحانه و تعالی. یک دعوتگر همیشه وقتی که به یک بحث، به یک مناظره میبرد، خب به خوارج، خب به رافضه، قبوری، حزبی کسی نباشد، باید همیشه حسن توکل داشته باشد، توکل کامل زیبا داشته باشد به الله سبحانه و تعالی. چگونه که عبدالله ابن عباس به علی رضی الله عنه گفتند که کلا ان شاء الله، یعنی وقتی که حضرت علی گفتند که انی اخاف علیک، ای عبدالله ابن عباس من به تو میترسم از خوارج ها، به ناگاه خوارج ها تو را نکشند. حضرت عبدالله ابن عباس نترسیدند، نگفتند که اوه بله شاید مرا کشد، برای همین گپ نمیزنم، تمام عقب نشینی نکردند، بلکه گفتند که نه هرگز، گفتند که هرگز انشاءالله نمیکشد، هرگز به من ضرر انشاءالله نمیرسد. هر یک دعوتگر در راه دعوت به خطرهای گوناگون گرفتار می شود. هر یک دعوتگر در این راه دعوت، در منتشر کردن این توحید، به مبارزه های شدید روبرو می شود. اگر این دعوتگر توکل به الله نداشته باشد، اگر این دعوتگر شجاعت نداشته باشد، در این مناظره ها، در این مناقشه ها، در این کشمکش هایی که به اهل بدعت است، این دعوتگر چی میکند؟ عقب نشینی میکند، یا از جانش میترسد، یا از دنیایش میترسد و بالاخره به وسوسه های شیطان داده شده میترسد. زیرا که اهل بدعت، قسمی از اهل بدعت تو را تهدید میکنند به کشتنت،
به نابود کردن و غیره. هر یک دعوتگر باید توکل به الله کند. حضرت ابن عباس رضی الله عنه زمانی که به نزد خوارج ها می رفتند، احتمال بود که خوارج ها چند هزار نفر ضد صحابگان خسته، ضد علی رضی الله عنه خسته، حضرت ابن عباس را بکشند. هیچ کسی دفاع کننده نبود. اما حضرت ابن عباس نترسیدند، برای خیرخواهی حریص که بودند برآمدند، رفتند بحث و مناظره کردند و سبب هدایت 50% خوارج شدند. امروز هم باید طالب علمان اهل سنت و الجماعت به مانند حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نترسیده با یک شجاعت و توکل و باوری کامل در بحث و مناظره ها اشتراک کرده و سبب هدایت مردم شد. البته با آداب، اخلاق، حکمت و با حجت قرآن و سنت، نه با حقارت و دشنام. بارک الله فیک. فایده ششم این است که اهمیت داشتن برنامه ریزی، یک ترتیب و تنظیم و یک فکره در راه دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی. یعنی هر یک دعوتگر باید یک برنامه، یک تنظیم و اداره و بررسی داشته باشد که در راه دعوتش انا همچنین دعوت میکند. چگونه که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پیش از به نزد خوارج رفتن تازه و آزاده لباس های زیبا و لباس های بهترین را پوشیدند و رفتند و با یک باوری و شجاعت به نزد اونها رفته مناظره کرد. بارک الله فیکم. و فایده هفتم این است که هر باره که شما بحث و مناظره با کسی میکنید، با یکی از این فرقه های باطل میکنید، حرکت بکنید که در اعتقاد آنها یک شبهه را، یک شک را در اعتقاد اونها و در تصورات اونها جای کنید تا اینکه به حق بازگشتنشان آسانتر و زودتر شود، تا اینکه فکر کنند. یعنی وقتی که بحث و مناظره می شود، شما به اونها به آیت قرآن و سنت جواب داده آنها را سوال میکنید که شما پیروان قرآن و سنت هستید یا که پیروان هوای است. مرحمت قبول کنید. همین است که هر انسان را به فکر می اندازد، به شک و شبهه می اندازد که عقیده ای که من گرفته شدم آیا درست است یا نیست. زیرا قرآن دیگر چیز میگه، سنت دیگر چیز میگه، من دیگر چیز میگم. پس من گمراه. حق مطلق قرآن است و سنت است. چگونه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وقتی مناظره کردن با خوارج ها با یک شجاعت، باوری زیبا ایستادند و به قرآن و به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار و واضح اعتراض های کرده اونها را جواب دادند. اولا آرامانه گوش کردند. آرامانه گوش کردن اهل باطل این دلالت نمی کند که شما گمراهید. آرامانه گوش کردن اعتراض های اهل باطل این دلالت نمی کند که شما علم ندارید یا شما جاهلید یا شما شکست خوردید. نه، شما باید گوش کنید اون اعتراض هایی که اهل باطل دارد، فرقه های باطل دارد. آرامانه گوش میکنید و بعد از اینکه میشنوید هر یک نقطه اش را علاهیده جواب میگویید. چگونه که ما همیشه وقتی که به خوارج ها بحث و مناظره میکنیم میگوییم بیا اعتراض هایی که تو خوارج به ما داری، یا تو جهمی یا تو رافضه یا تو حزبی یا تو مدخلی یا تو طاغوت پرست یا تو جهمی اشعری ماتریدی صوفی قبوری، بیا به ما بگو. اعتراض یک، اعتراض دو، اعتراض سه. بعد از این گوش بکن جواب ما را که از قرآن و سنت به تو میگو. اما خوارج ها ترتیب و نظام نداره. خوارج ها میخواد که در یک دقیقه 15 مسئله را به ما اعتراض کند و ما هم
از درون 15 مسئله یک تیش به جواب بگویم، باقی ماندیش به جواب نگویم. این خیلی نمیشه. شما بسیار بحث و مناظره ما رو با فرقه های گوناگون دیدگی هستید. همه این فرقه های گوناگون به ترتیب، به تنظیم، به آداب و به اخلاق هستند. به ترتیب نمیروند. یک اعتراض بکن، دوم اعتراض، سوم اعتراض و بعد از این جوابش گوش بکن. وقتی که از قرآن و سنت است تن بیتی. بارک الله فیک. پس فایده هشتم این است که انسانی که دعوتگر است از اهل سنت، از اهل حق، از طائفه فرقه ناجیه، طائفه منصوره هست، باید علم داشته باشد، فهم داشته باشد. به این بحث و مناظره ها در اساس علم، در اساس فهم رود، خلفیه داشته باشد. خیلی که حضرت عبدالله ابن عباس وقتی که به نزد خوارج ها رفتن گفتن که اتیتکم من عند اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم المهاجرین والانصار و من عند ابن عم النبی صلی الله علیه وسلم. من به نزد شما از نزد صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، از نزد مهاجرین، از نزد انصار، از نزد پسری عموی رسول الله، پسر عمک رسول الله آمده، از نزد داماد رسول الله آمده که قرآن برای آنها نازل شد. آنها به تفسیر قرآن از شما دیده داناترند و یگان نفر از صحابگان در بین شما نیستند. من از نزد اونا آمدم. انا همین مقدمه خودش برای خوارج یک ضربه شدید است. انا همچنین طالب علم در وقت دعوت باید بگوید که من به تو پیش از این که به بحث و مناظره بیایم تعلیم گرفتم، علم دارم، علما، منهج، این کتاب ها. تو چی هستی؟ تو چی؟ گوش بکن توی ما. انا همچنین. البته این نمین باب تحقیر، بلکه از باب فهمانیدن جدیت موضوع، فهمانیدن این که شما یک انسانی هستید که در همین موضوع شایسته گپ زدن را دارید. بارک الله فیکم. اما فایده دیگر این است که از همین قصه حضرت عبدالله ابن عباس با خوارج‌ها میفهمیم که اهل بدعت و ضلالت ان همین نصوص وحیین را، قرآن و سنت را در غیر موضع استفاده میبرند. مثلا یک آیت حجت میآورند به یکی از مسائل در حالتی که این آیت حجت نیست. یعنی آیت های قرآن را، احادیث رسول الله را در جای خودش استفاده نمیبرند، برای منفعت های نفسی خودشون استفاده میبرند، سوی استفاده میکنند. به مانند این که خوارج ها دلیل گرفتند برای ترک حضرت ابن عباس یا برای گوش نکردن سخن ابن عباس. ما خیلی که در همون قصه گفتیم، یک قسم خوارج گفتن که ابن عباس گوش نکنید. این قریشی است. گفتند قریشی ها قوم خصیم است. سوره زخرف 58 دلیل آورند بل هم قوم خصیمون. این آیت به دیگر مشرکین ربط دارد، اما اینها آوردند به عبدالله ابن عباس نسبت دادند. این دلالت میکرد که اهل بدعت و ضلالت آیت ها رو در غیر موضع استفاده میبرند، حدیث ها رو در غیر موضع استفاده میبرند. این آیت دلالت میکرد که بل هم قوم خصیمون. الله این آیت سخن الله در حق مشرکین است، مشرکینی که مخاصمه و ضدیت میکردند، به باطل مخاصمه میکردند، به باطل به ضد اهل حق، به ضد توحید. اما عبدالله ابن عباس به نزد خوارج ها آمدند تا که حق ظاهر شود و از قرآن و سنت گپ زدند. خوارج ها باشد حضرت عبدالله ابن عباس رو به مانند مشرکین کرده است. این است مشکلی خوارج. از سبب بی‌علمی، از سبب جاهلی نمیدانند که کدام آیت در کجا باید گفته شود،
حجت گرفته و دلیل گرفته شد. فایده دیگری که گرفته می شود از این قصه و از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، مغرور نشدن به حالت ظاهری خود یا به حالت ظاهری یک عده مغرور نشدن، و این یک قاعده بزرگ است. یعنی کسی یا طایفه گمراه گشته لیکن نماز را خوب میخواند، به سبب زیاد نمازخوان شدنی یا نماز خواندن طایفه مغرور به این طایفه نشدن، به سبب زیاد روزه داشتن طایفه مغرور به این طایفه شده، فریب این طایفه را نخوردن. یعنی حالت ظاهری یک انسان‌های دیده مغرور نشدن، تلش دیده، لباس‌های تازه زیباش دیده، ذکرش دیده، تلاوت قرآنش را دیده، نماز بسیار خوندنش را دیده، نماز تهجدش را یا روزداریش را دیده، او جماعت به مغرور شده. انمین حق است تمام، برای اینکه این چقدر نماز میخواند، پیشانیهاش اثری سجده دارد، پیشانیش خون میریزد از سجده کردن، این قدر روزه داشت که خراب چوب است. اینها اهل حق هستند نگو، بلکه حق مبنا شده است بر بالای عقیده صحیح. عقیده کسی که صحیح نباشد او حق نیست. اگرچه نماز خونده پیشانیش خون براید، زانوهایش خون برارد، اگرچه در نماز تهجد راست ایستاده پایش ورم کند، هر روز روزه داشته قاق قطرمه شده باشد، صدقه داده تمام مال ملکش را تمام کرده باشد، در راه الله برآمده و زندگی کرده باشد، ولی وقتی که عقیده اش صحیح نیست، وقتی که علم ندارد و عقیدهش صحیح نیست، یا که بگیم عقیدهش صحیح نیست و عملش به سبب عقیدهش صحیح نیست، پس این عملهای کردهش فایده ندارد. دلیل: عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند که وما أتيت قوما قط أشد اجتهادا منهم مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم لكنهم مع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. من یگان قومی را به نزدش نرفته بودم، ندیده بودم که سختتر از خوارج اجتهاد داشته باشد. من از خوارج دیده هیچ کسی را از اونها دیده اهل اجتهاد ندیدم. از اینها دیده بیدار خواب، یعنی شبها را بیدار خوابی میکنند، زنده نگه میدارند، شب در عبادت و سجده کردن به پیشانی و زانوهای و دستهای اونها اثر گذاشته. از اینها دیده انسانهای به اجتهاد شب زنده دار نمازخوان ندیدم، اما با وجود همه این عبادت ها قرآن تلاوت میکنند، از حنجرهشون نمیزنند. یعنی جاهل بر بالای قرآنند. قرآن را چگونه ای که صحابه فهمیدند نمیفهمند، مخالف صحابه، مخالف شاگردان رسول الله میفهمند. حدیث متفق علیه است. خونده اشون را نمیفهمند، عقیده باطل دارند. ناگفته نماند که بسیاری اهل زیغ، زلالت، گمراه گشتگان، اهل بدعت به همین عملهای خود مغرورند، به طاعت و عبادت خود می نازند، می بالند، یا به همون عملهای ظاهریشون در بین مردم مغرورند. و مردم هم به سبب همون بعضی از عبادتهای این اهل بدعت مغرور گشته گمراه شدند. احتیاط باشید. ولی ممکن است که بعضی صوفی ها مثلا روزه را بسیار بگیرد، قبوری ها یا خوارج ها
روزه را بسیار میگیرد، زاهد است، عبادتکار است، اما کافر است اگر قبر پرست باشد، یا خوارج است اگر خروج کرده باشد، عقیده های خوارجی داشته باشد. حتی شمس الدین الذهبی در کتاب سیر و علام النبلاش میارد که یک رافضه را میگه کان عابدا زاهدا کثیر الطواف، یک انسان بود میگه عابد بسیار عبادت کننده، زاهد از دنیا بسیار دور شده و سخنهای حق به روبروی حاکم مسلمان میگفت، بسیار طواف میکرد در گرد خانه الله، اما رافضه بود. اعتبار در اساس عقیده است. هر کسی که عملش خوب است عقیده باطل است، عملش هم باطل است. عمل بعد از اعتقاد میست. برای همین شما مغرور نشوید به زیباگی اینها، ذکر اینها، صدقه اینها، نمیدونم عبادت و روزه و حج و زکات اینها. بارک الله فیکم. حق خواه بودن از درون همین خوارج‌هایی که در زمان حضرت علی برآمد، ایده بودند که حق خواه بودند. ما امروز هم همه فرقه های باطل را دعوت میکنیم به حق خواهی، حق خواه بودن. تو اگر حق خواه باشی شب و روز دعا کن که اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. ای الله، حق بودنش را به ما نشان بده و ما را پیروی شدن از حق را نصیبمان کن. باطل را، باطل بودنش را نشان بده و ما را از این باطل دور بکن. انا همچنین دعا بکن و حرکت کن برای یافتن حق. اون خوارج‌هایی که به سبب شبهه، به سبب بعضی از نافهمی به این بدعت خوارجی گرفتار شده بودند، ولی در قلبشان حق خواهی داشتند، بعد از بحث و مناظره حضرت عبدالله ابن عباس توبه کردند و بازگشتند. بارک الله فیکم. پس این است که آموخته می شود که دعوتگر باید طرفی مخالف خود گوش بکند. دعوتگر باید اجازه بدهد که طرفی مقابل خود بگوید. اگر طرفی مقابل به حقارت باشد، به دشنام باشد، خیلی که همیشه ما میگیم چی ضدیت دارد به ما، یک دو سه بگوید آرامانه ضدیت خود، اعتراض خود، ناراضگی خود را بگوید. چه که حضرت عبدالله ابن عباس به خوارج گفتن چی ناراضی هستید بگوید. و بعد از اینکه خوارجان ناراضگی خود را گفتن، حضرت عبدالله ابن عباس شرح دادند امروز باید طالب علم ها طرف مقابل خود را شنوند آرامانه و این چنین جواب بگویند در اساس قرآن و سنت. انا این است منهج اهل سنت. اما منهج اهل بدعت این است که اعتراض اهل سنت را، ضدیت اهل سنت را شنیدن نمیخواهد. ببینید امروز اهل بدعت یک منهج نو برآوردند، نه سخنهای اهل سنت را میشنوند، اون اعتراضهایی که اهل سنت میکنند، اون بیانهایی که اهل سنت ضد این طالب علم های باطل میکنند، این طالب علم ها نه سخن طالب علم اهل سنت را گوش میکند و نه به سوال ها جواب میگوید. پروا ندارد، نه گوش میکند نه جواب میگه. مردم هم همین طریقه را خوب میگویند. حالا اینکه این طریقه گمراه شونده و گمراه کننده است. باید هر طالب علم اعتراضی که در حق او هست آرامانه گوش بکند، یک دو سه، و جواب بگوید. جواب گفته نتواند توبه کند. این است منهج اهل سنت و جماعت که دعوتگر اهل سنت انا همچنین باشد. پس این است که
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه با خوارج ها بحث مناظره کردند و عده از خوارج توبه کرد و بازگشت. و امروز هم ما در همین منهج صحابگان رضی الله عنهم از رسول الله تعلیم گرفته روانه هستیم و هر فرقه باطلی که می آید، اعتراضی که میکنه جواب میگوییم و ما هم دلیل های خود را برای گمراه بودن اونها میاریم و از اونها جواب را انتظاریم که چگونه جواب میگن. تا به حال دیدیم که آذری از ما فرار کرده، خوارج از ما فرار کرده، اشاعره و ماتریدیه فرقه های جهمی از ما فرار کرده، حزبی ها از ما فرار کرده، علماء و سوء التواغیت فرار کرده، رافضه ها فرار کرده، رافضه برادران رافضه شون که دفاع کنندگان رافضه، ادوکت و محامی رافضه هستند فرار کرده. اینها از ترس، همه این فرقه ها از ترس میگویند که بحث مناظره شرط نیست، جاهلا به سلام بگو. البته این حالت های خودش دارد، ما که جاهل نیستیم، اما ما آماده ایم. ما که رفتیم، البته خود شما میدانید که وقتی که ما رفتیم اونها فرار میکنند. دروازه های ما به همه باز است. بیایید مردانوار، آرام، به آداب و اخلاق. اعتراض داشته باشید اعتراض، یا اعتراض ما را گوش بکنید و جواب بگویید تا که حق ظاهر شود و وحدت این امت در زیر قرآن و سنت، در زیر لا اله الا الله تحقق پیدا کرد. همین است که منهج صحابگان بود و ما هم در همین هستیم. پس خوارج‌های بزدل امروزه را، خوارج‌هایی که هستند، دعوت میکنیم که شما به این منهج ناب اهل سنت و جماعت، به این منهجی که سند به سند از پیامبر روایت شده، صحابگان، تابعین، تبع تابعین، ضدیت میکنه، چی حجت داره، چی دلیل داره، به کدام دلیل ها، به کدام حجت ها، شما چقدر درجه علمی دارید که همه علما را انکار کرده، خودتون قرآن و سنت را فهمیده. بیایید به این سوال ها جواب بگید، بیایید حق بودن خدا بیان بگید. اما ما اینقدر به منهج خودمون، به علمای خودمون باوری داریم که گمراهی شما رو میدانیم و میخوایم که گمراهی شما رو به خود شما اثبات بکنیم. چگونه که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به پیشوایان شما اولین مراتبه وقتی که پیدا شدند گمراهیشان را اثبات کردند، امروز ما هم اثبات میکنیم. انا این است حلقه امروزه. باذن الله سبحانه و تعالی حلقه های نوبتی باز موضوع های جدید ادامه دارد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.